تو وا کن، من خسته ترینم، من قدر 1000 سال دلگیر و حزینم، جز تو به کی دیگه دل من این همه قرصه، جز تو کسی نیست حالم و واقعاً بپرسه. حالتون خوبه؟ ممنونم، مرسی. چرا این روزا با هم دیگه خیلی کمتر صحبت میکنیم؟ دلیلش چیه؟ بلد نیستیم صحبت کنیم یا دلیل دیگه ای داره؟ این روزا که خب همه درگیر دغدغه‌های زندگی خودشونن با این اوضاع جنگ و آتش بس و خب قطعا هر کی دغدغه فکری خودشو داره. این روزا به خاطر این خیلی کم صحبت میکنیم، یعنی با هموطن خودمون، با آدم‌ها خودمون. من دلیلش اینجوری میدونم که زنگاری که توی دلمون نشسته، توی قلبمون، به خاطر ناملایماتی که زیاد دور و برمون هست، به خاطر حوادث اخیر، جنگ، وضعیت اقتصادی، همه چیز. به نظرتون با امام حسین بلدیم حرف بزنیم؟ آره، طول روز خب همه حرف میزنن با امام حسین، تو دلشون، موقع خواب، شب، همش. خب از جنگ گفتید برام. درست. تجربه حضور تو شرایط جنگی رو با این لباس هلال احمر داشتید؟ من بله 2 بار جنگ بودم، جنگ 12 روزه و 40 روزه، جنگ رمضان و جنگ 12 روزه، هر 2 بار بودم در. پس یعنی از پارسال همین موقع که جنگ شد، جنگ 12 پارسال روزه دقیقاً شد. همین موقع من آره. جنگ رفتم. توی 2 ماه پیش هم من جنگ بودم. توی جنگ، توی اون شرایط، توی ذهنتون چی میگذشت؟ توی جنگ که راستش رو بخواین، اول که به خاطر هموطن خودمون رفتیم، اصلا هیچ بحث دیگه ای نبود و فقط کمک کردن به هموطن، هم نوع خودمون تو اولویتمون بودش. توی جنگ هم چهره خوبی از جنگ ندیدیم، یعنی راستش رو بخواین چیزی که توی فضای مجازی میبینین با واقعیت خیلی فرق داره. همین دیگه، فقط به فکر نجات هموطن بود. و اینکه قطعاً وقتی تو اون شرایط جنگی قرار گرفتید، حالا از اینجا تهران رفتید، درسته؟ بله. قطعاً از یه سری چیزایی دل کندید. بله. از این تجربه دل کندن برام بگید. وقتی داریم میریم، ما یک کلیپی شاید دیده باشین توی فضای مجازی، یک نجاتگری از همکارامون راجع به پلاک هلال احمر صحبت کرده بود. همه ما اون پلاک رو داشتیم. واقعا هم اون پلاک چیز جز کد ملی و با گروه خونین روش نوشته نبود و معنیش این بودش که حالا توی اون صحنه که هستیم ممکنه که این صحنه آخر باشه. بالاخره دل کندن از پدر، مادر، تعلق، خب هیچ تعلق دنیایی نداشتیم، ولی خب خیلی دل کندن از پدر مادر سخت بود. ولی خب بالاخره چون مردم کشورمون خیلی انسان‌های بیگناه توی مورد هجمه جنگ بودن، دیگه مجبور شدیم که اون قسمت از خودمون رو بکنیم، بذاریم کنار و به فکر هموطن باشیم. اولین باری که محبت امام حسین افتاد به دل شما، حالا یه معجزه دیدید ازش، چیزی دیدید، اون موقع کی بود؟ من 6 سالم بود فکر کنم. اون موقع زیاد نمیدونستم این چیزا رو. مامانم رفته بود کربلا برای اولین بار. بعد زمانی که رفت کربلا خب باش در ارتباط نبودم، فقط یک بار داخل حرم امام حسین با هم تماس گرفت، من صحبت کردم باش. و زمانی که برگشت اصلا مامان من انگار یه فرد نورانی اومده بود، اینطوری شده بود، خیلی تغییر کرد و من گفتم واقعا امام حسین اینطوری، واقعا انقدر اصلا یه خیلی خوبی بود. امام حسین برای شما چه شکلیه؟ قطعا یه تکیه‌گاه، یه پناهگاه، کسی که میتونی با دل شکسته بهش تکیه کنی و همه حرفاتو بهش بزنی. توی اون شرایط جنگی که رفتید دلتون به چی گرم بود؟ دلمون فقط به این گرم بودش که وقتی سر آوار میریم بتونیم یه نفر رو زنده بیرون بیاریم، حداقل بتونیم یه نفر
دلگرمی بدیم. این لباس قرمزی که تن ما هستش مثل این که وقتی یه نفر اینو میبینه میگه آخیش یه نفر اومده منو کمک کنه و همین حس دلگرمی که به طرف مقابل میدیم برای ما اندازه میلیارد میارزه. توی اون شرایط جنگی آدمایی رو که میدیدید شده جایی به امام حسین متوسل بشید؟ 100% اصلا اینجوری نبودش که نباشیم. من خودم یه بار سر آوار بودم، یک جنازه هموطن رو می‌خواستیم از آوار بیاریم بیرون و دستور تخلیه داده بودم و به فاصله 2 دقیقه همونجا رو دوباره مورد اصابت قرار گرفت. این فرض کن بدنای تکه تکه شده رو من خودم چندین پیکر در آوردم. تنها اونجا فقط به فکر یه چیز بودم که میگن توی صحرای کربلا بدنای اربن اربا شده‌ای بوده تکه تکه شده و دیدیم دیگه. من میگن امام حسین سرش از بدن جدا کردن و 72 تن از یاراش. ما دیدیم، ما حضوری دیدیم، ما دستایی دیدیم که مثلا بعد پیکر پیدا نشد، پاهایی دیدیم که پیکر پیدا نشد و فقط اون خانواده از عزیزاش یک دست یک پا داشتش. یک نمونه از صحرای کربلا ما تو این جنگ دیدیم. فکر کنید امام حسین شما رو نمیشناسه و میخواید خودتون رو بهش معرفی کنید، چی میگید؟ سلام امام حسین. کامل خودم بهش معرفی کنم؟ بله، اصلا فکر کنید امام حسین شما رو نمیشناسه. منم یکی از بنده های دل شکستت که نیاز دارم باهات حرف بزنم، باهات درد دل کنم، پناه هم بدی، تکیه‌گاه هم باشی تو سختی ها، تو مشکلاتم، تو روزای خوبم. رابطتون با امام حسین چه شکلیه؟ رابطه من با اهل بیت خیلی خوبه. اگر مثلا میتونم نشون بدم، همین باب گوشی من الان ببینین حضرت علیه. به اون دوربینمون اگر میشه نشون بدید. باب گوشی من حضرت علی هستش و من خیلی ارادت خاصی به ائمه و به خصوص امام حسین حضرت علی دارم و تو زندگیم واقعا تلاش میکنم که الگو قرار بدمشون. حالا نمیتونم 100% شبیه به اونا باشم، ولی حداقل تلاش خودم میتونم بکنم یا دکش اسمشون باشم. حرف میزنید با امام حسین؟ 100%. شاید هفته چندین بار روزا شبانه. این اواخر که خیلی مثلا با امام زمان، با امام حسین خیلی با امام حسین خیلی صحبت میکردم. میگفتم چجوری دیدیم مثلا بدن تکه تکه شده علی اکبر رو دیدیم و ما حالا اون هموطنامونو که میریم توی جنگ بالاخره هموطن بودن، نمیشناختیمشون و حالمون بد میشد. عزیز و تو اون شرایط ببینی، بچه خودت و جگرگوشه خودت تو اون شرایط ببینی، فکر کنم خیلی سخت باشه که واقعا نمیتونیم درکش کنیم. اونایی که امام حسین رو تو زندگیشون ندارن، رفیق نیستن باهاش، تو زندگیشون چی ندارن؟ خیلی چیزا کم دارم بچن. وقتی نیاز داری یکی باهات صحبت کنه، شاید اصلا من میخوام با امام حسین صحبت کنم، شاید اون جوابمو نده، ولی از یه طریق دیگه اون جوابو میگیرم. ولی اون شخصی که نداره، نه، اون شخص هیچه انگار. خب فکر کنید خونه امام حسین 2 تا خونه اونورتر خونه شماست و اینکه فردا براتون یه قرار ملاقاتی میذارن که شما مثلا ساعت 2 بعد از ظهر دعوت میشید خونه امام حسین که باهاشون صحبت کنید. براشون هدیه چی میبرید؟ امام حسین که هدیه ما رو نمیخواد، قطعاً اینکه خودمو آروم کنم، دل شکسته نرم پیشش، همین خودش هدیه است. هدیه دنبال هدیه مادی نیست امام حسین، دنبال یک دل صاف و ساده آروم، اینکه توبه کرده باشه، اینکه دیگه. کی رو با خودتون میبرید؟ مامانم. این
چیزی که تعریف کردین یه مقدار تنم مورمور شد. مثلا مثل این که آدم مراسم یا عروسی یک از بستگان میره، خیلی به خودش میرسه، به فرض لباس جدید. حالا فرض کن میخوای دعوت هستی خونه شخصی که آرزوت حتی بری کربلاش و شهرش، لحظه شماری میکنه هر سال 40 بشه بری شهر. 100% خیلی شوق دارم، خیلی ذوق دارم. مثل اون بچه کلاس اولی که روز اول مدرسه کیفاشو از شب قبلش آماده کرده، کفشو از شب قبلش گذاشته کنار کیفش که همیشه آماده باشه، بتونه سر ساعت باشه مدرسه. دقیقاً منم چنین شوقی دارم که برای دیدن این لحظه. اینکه اگر بهتون بگن یه نفر رو میتونید همراه خودتون ببرید، این نفر کیه؟ 100% مادر. این کسی که من امام حسین کرد مادرم. کربلا نرفتید حالا؟ نه تا حالا نرفتم. دوست دارید برید؟ خیلی. یه هدیه‌ای، یه فرستاده‌ای از طرف امام حسین هست که ما الان می‌خوایم بیاریم خدمت شما. از اونجایی که کربلا نرفتید و دوست دارید برید، این پرچم حرم امام حسین. پرچم امام حسین. بله. من یه سوال عجیبی داره، یه بوی حرم میده. من خودم تا حالا نرفتم، ندیدم اونجا رو، نمیدونم مثلا بوی حرم چیه، ولی یه حس عجیبی داره واقعا، نمیدونم چی. بوی حرمش هم این توی مشامم اومد. کربلا رفتید تا حالا قسمت شده؟ کربلا من شاید این شنیده باشین، کربلا میگن که اونایی که نرفتن یه درده، اونایی که در رفتن یه درد دیگه. من رفتم، آره اتفاقا 2 باری هم رفتم. خب امکان نداره که ما با یه نفر فکر کنیم، باهاش حرف بزنیم و اون آدم هم به فکر ما نباشه یا صدای ما رو نشنوه. قطعا از ابتدای گفتگومون که شما دعوت شدید با امام حسین حرف بزنید، امام حسین یه جایی تو همین مکان نشسته. ما از اینجا میریم و این صحنه رو در اختیار شما قرار میدیم تا خیلی راحت بتونید با امام حسین در رو برید. این فضا در خدمت شما. میدونم که اینجای کنارمونی، داری ما رو میبینی و نمیدونم واقعا چی بگم، زبونم قادر نیست الان چیزی بگه. فقط کمکمون کن، پناهمون باش توی سختیامون، توی مشکلاتمون، تو روزای خوبمون، تکیهگاهمون باش. دل شکستمون رو آروم کن. امام حسین جان، ما بنده خیلی خلفی نیستیم، خیلی ناخلفیم، تظاهر داریم به خوب بودن، ولی شما واقعا خوب. یا حسین جل جلاله جزای تو با گفته رضا به قضایش به قتلگاه شد متحد رضای خدا با رضای تو خون خداست، خون تو جز خدای نیست. ای کشته خدا چه خدا خون بها